السلام علیکم عزیز. امروز چی رفتم؟ داروخانه رفتم. یک چیز خریدنی. وقت بعد چیزا لازم شد. بعد یک دارو برای خواب کرد. با چی میگن توصیه دکتر خواستم کنم. دارو فروش اپلیکیشن خیلی دختره که عجیب که چند تا دارو رو پیشنهاد کرد. گفت یعنی به نام همین چطور رецепти врача گفته با اینش گفت نرش ارزان تره، اینش خیلی قیمته، خیلی پیشنهاد کردم. گفتم قیمتش از ارزانترش فرق میکنه؟ گفت قیمتش هیچ فرق نمیکنه، فقط که چی هسته نامگویی فیرماشون فرق میکنه. تصور میکنه فیرما فرق میکرده نامگوییش، لیکن همون چیزش گرامش همونقدر وایش همونقدر چی میگن طرز استعمالش. بعد من گفتم که خیر چین مثلا که قیمتش گیرم وایش بسیار نیست. گفتم تاثیرش هم خیلی خواستم انیخنم. گفت که با من این رحمتی الله تعالی ببینید چه خدمات بندر میخره. ما گفت که این دارویی که شما میخواین که گیرین این 300 روبل از دارویی که من پیشنهاد کردم فرق میکنه. تصور میکنید که رحمتی الله تعالی چه به بندرش میخره؟ لیکن شما با یک کس رحم میکنید، خود دلسوزی میکنید. اون دلسوزی به شما برمیگرده، میاد دستور اجازه اومده یک کس ضرری کنه، یک کس ضرری بده کنه. و ما گفت اپلیکیشنی که این دارویی که شما روز پیشنهاد داری که میخواین گیرین، ما اون دارو یک وقت استفاده بردگی من دارو اگر باشد گیرم. او دارویی که شما استفاده بردگی میتونید گیرید و از دارویی که من پیشنهاد کردم 300 روبل فرق میکنه. در 300 روبل به شما اکونوم میشه و یگان چیز دیگه میخرید برای خانواده حیاتون. ما گشته گفتم میندارم از شما برای مهربونیتون، برای این قدر سخنهای نیکتون طرفی همون دارو فروش هم خنده خشک دخترک گفت пожалуйста گفتم نه برای چی شما این ویدیو رو کردم که رحمت الله تعالی است. وقتی که ما در از پیغمبر اومده است کسی که رحم نخورد رحم رو کسی نمیخورد. برای ما باید که رحم دیل باشیم، مهربان باشیم نسبت اطرافیانمون، نسبت چی میگن نزدیکانمون، نسبت همدینانمون، نسبت هموطنانمون باید که رحم دیل مهربان باشیم و مهربانی به ما برمیگردد. اینه که امروز با رحمت الله تعالی 300 روبل من و صرف شد از داروهای طبابتی هم ان شاء الله. بله ما بیمار میشیم، توبت میگیریم، بیمار میشه. بیماری هایی که توبت شونده، نه که بیماری هایی که توبت نشونده. بعد چی میگن چیزایی وای خیموتراپی و چقدر میسو که توبت کردن قدیم. برای همین به شما گفتم که رحمت الله تعالی کسی که باور دارد همون رحمت الله تعالی در حیاتش چی میگن نصیب میگردد در حیات انسان. من که مثلا که تعریف نمیکنم، هیچ وقت تعریف نمیکنم. به شما مثال بزنم که در کجای کسی را مثال که منم کسی را مثال که مهربانی کرده باشم و رحمدلی کرده باشم که به من همخیل یک خیلی وقتا روی میدهد، نصیب میگردد. چی میگن رحمدلی، صرفه‌کاری و مثلا که در مغازین باشد، در چی میگن دور خانه باشد، در چی میگن در راه، در یک جا مثال یک کس به من مثال که به رحمت الله تعالی مهربانی رو پیشنهاد کرده، مثل که صرفه‌کاری در اونجا روی میدهد. یعنی امروز ببینید که 300 روبل برای من چی شد؟ صرف شد. الحمدلله. این رحمت الله تعالی است. کسانی رحمت الله تعالی رو میفهمند و درک میکنند که در حیاتشون همین گونه رحمت الله تعالی مثل که من با شما قصه کردم روی داده است و دیدن ان شاء الله. میادارم از شما زنده سلامت کنم و سر بلند